درود بر شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستم با یه قسمت دیگه از دوره جذاب نتورک پلاس. بنده محمود عین‌القضات هستم و شما توی این قسمت قرار با ساب نت ماسک آشنا بشید. توی قسمت قبلی در مورد ارزم موضوعتون نت آیدی، هاست آیدی اینا صحبت کردیم و الان قرار در مورد ساب نت ماسک صحبت کنیم. ما صحبت کردیم که اصلا آی پی ها چطوری درست میشن. الان ساب نت ماسک رو میگیم و بعدش میریم سراغ بحث کلاس های آی پی های مختلف. خب اول از همه بهتون بگم هر شبکه که ما داریم، یعنی هر آی پی که تو شبکه هست باید یک ساب نت ماسک داشته باشه. ساب نت ماسک چیه؟ بذارید اول من بهتون نشون بدم که کجای سیستم هست ساب نت ماسک، بعد اون موقع براتون میایم ارزم موضوعتون ساب نت ماسک رو باز میکنیم. توی قسمت تنظیمات کارت شبکه تو قسمت تنظیمات کارت شبکه ببینید توی قسمت پراپرتیز و مثلا تنظیمات آی پی ورژن 4 شما ببینید دو تا قسمت دارید. حالا یک جای آی پیه، یک جای ساب نت ماسک و یکی دیفالت گیتوی. به صورت دیفالت حالا اینجا دیتیلز رو ببینیم. آی پی که مثلا دستگاه من از مودم یا روترم گرفته آی پی 1.8 گرفته و اتومات ساب نت ماسک 255.255.255 صفر براش ست شده و حالا دیفالت گیتوی چیه که اونم بعدا بهتون میگیم. ساب نت ماسک ها در اصل میشه گفت آشکار کننده آی پی ها هستن که کلاس آی پی توی چه رنجیه. یعنی ساب نت ماسک میاد توی یک روتر، توی یک شبکه، میگیم که آقا کلاس آی پی من توی این رنجه. الان ببینید اینجا مثلا تو قسمت پراپرتیز، تو قسمت آی پی من بخوام بیام آی پی بهش بدم، مثلا میزنم 192.168.1.8 به صورت اتومات کلید تب رو که بزنم خودش میاد چیکار میکنه؟ ساب نت ماسک رو پر میکنه. خودش تشخیص میده که کلاس آی پی من از کدوم کلاسه و ساب نت ماسک مختص به اون رو بهش اختصاص میده. اما دیفالت گیتوی رو پر نمیکنه چون نمیدونه دروازه خروجیم کجاست که اونو من باید بهش بگم. حالا در مورد دیفالت گیتوی هم صحبت میکنم. خب همه قد بچه‌ها در مورد ساب نت ماسک بدونید. ببینید اینجا یک آی پی داریم ما. خب این آی پی دو تا قسمت داشت دیگه، یه نت آیدی داشت، یه هاست آیدی. توی کلاس های مختلف نت آیدی و هاست آیدی ها ممکنه یک اکته عقب برن یا یک اکته جلو برن. خب حالا اینجا ما آی پی 192.168.123.123 رو داریم. این قسمت آخرش که مربوط به خود سیستم هستش، پی سی یا حالا هر دستگاهی که داریم، این قسمت مخصوص به خانواده هست و این قسمت به قسمت نتورک آیدیه. ساب نت ماسک میاد مشخص میکنه که نتورک آیدی شما چیه، یعنی چه خانواده ایه. شما فرض کنید دو تا شبکه مختلف دارید، مثلا 192.168.1 فلان و 172.16 مثلا 2 فلان. اینا دو تا ساب نت ماسک مختلف دارن. چطوری حساب میشه الان تو ادامه بهتون میگم. ببینید مثلا آی پی 192.168.123.132 ساب نت ماسکش میشه 255.255.255 صفر. چطوری اینا انجام میشه؟ میاد ساب نت ماسک چیه؟ میاد ارزم به حضورتون این عدد 255 سه تا 255 صفر در آی پی بالا ارزم به حضورتون نند میشه. نند چیه؟ نند میشه و در نهایت خانواده آی پی به دست میاد که میشه چی؟ میشه 192.168.123.0. اوکی. حالا نند چیه؟ یه سری عملگرهای منطقی ما داریم که توی درس مدارهای منطقی، حالا بچه‌هایی که رشته کامپیوتر آیتی نرم افزار علوم کامپیوتر هستن اینو بیشتر میدونن. یه درس پیچیده حالا نمیدونم چه جوری بود، بچهای چیز بلدن. یه سری عملکرد داریم، عملکرد اند، عملکرد اور، عملکرد ایکس اور، عملکرد نند. این یه سری عملکردها داریم که تو درس مدارهای منطقیه که مثلا میگه آقا اینو در این مثلا بزنی مثلا چه جواب به دست میاد. عملکرد منطقیه، فقط همینقدر بدونید اینا عملکرد منطقی یا عملگر منطقیه که توی درس مدارهای منطقی و خیلی پیچیده و من اصلا به اونجا نمیرم که اصلا بخوام ذهنتون رو گیجش کنم. فقط اینقدر بدونید که این ساب نت ماسک در این آی پی آدرس نند میشه، اند میشه، نند میشه. آره ساب نت ماسک در آی پی نند میشه، عملگر نند میشه. خب و در نهایت خانواده
آی پی شما پیدا میشه، یعنی اون ارزم موضوعتون نت آیدی شما پیدا میشه 192.168.120 اینطوری ما میتونیم ارزم حضورتون که حساب، حالا اینا رو اصلا ما نمیخواد حساب کنیم، خود سیستم خود سوئیچ ها روترها میان حساب میکنن و خانواده رو پیدا میکنن. اما چیزی که باید بدونید اینه که ببینید اون ارزم به حضورتون که این اون که من میگم نند میشه، ببینید بچه‌ها عدد باینری و عدد دودوییه که میاد نند میشه. مثلا این ارزم بزرگتون 6 تا 1 6 تا 1 6 تا 8 تا 1 8 تا 1 8 تا 1 و 8 تا 0 میاد نند میشه در آی پی آدرس و در نهایت این 255 به دست میاد 3 تا 255 0. بذارید برم صفحه بعدی به شما بهتر توضیح بدم. ببینید اینجا ما دو تا خانواده آی پی مختلف داریم 135 72 0 135 72 1 135 72 2 اینجا میشه یک شبکه 135 73 135 73 3 0 3 2 3 1 این که میگه 3 0 این میشه چی؟ میشه ارزم به حضورتون که اون شبکه یا مثلا میشه گفت که اون نت آیدی شبکه مقابل چیه؟ نت آیدی شبکه مقابل 135 73 0 چطوری به دست میاد؟ اینا رو میان تبدیل به دودویی میکنن تا ارزم به حضورتون که ضرب منطقی میشه و در نهایت نت آیدی به دست میاد. خیلی ببینید بچه‌ها یه چیز داستان پیچیده است، من بخوام بازش کنم خودش مثلا 2 تا 3 تا جلسه بیشتر میبره و عملا به دردتون هم نمیخوره، چون من در نهایت 4 تا کلاس به شما معرفی میکنم، بیشتر از این 4 تا کلاس نیستش. خب اما یه چیزی، اگه بخواد این شبکه 135 72 به شبکه 135 73 با هم دیگه ارتباط داشته باشن از طریق ساب نت ماسک هاست که با هم دیگه میتونن ارتباط برقرار کنن. ببینید اینجا گفته اسپریت آی پی آدرس اینتو د هاست نتورک آدرس. یعنی چی؟ یعنی این میاد آقا، این میاد چی میاد؟ این خانواده آی پی خودش مشخص کنه، این خانواده آی پی خودش مشخص میکنه، در نهایت از طریق ساب نت ماسک که میشه دروازه ارزم به حضورتون یا میشه گفت آشکارگر آی پی. آشکارگر آی پی میاد میگه که چی؟ رنج خانواده آی پی من چی هست؟ مثلا اینجوری بهتون بگم، مثلا ما میگیم آی پی 192.168 1 0 و آی پی 192 اینجا بگذارم 192.168 1 0 خب و آی پی 172.16.10 0. این دو تا خانواده جدا هستن دیگه، دو تا نت آیدی و هاست آیدی جدا هستن. حالا برای اینکه این نت آیدی و این نت آیدی و این نت آیدی بخوام با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، از طریق ساب نت ماسک ها متوجه میشن که توی کدوم خانواده هستن یا توی کدوم کلاس هستن. مثلا میاد میگه آقا من 255 صفر هستم، میفهمیم که آقا کلاس آی پی این کلاس سیه که کلاس ها رو تو جلسه بعدی میگیم. و این یکی میگه چی؟ میگه 255 0 هستن، میفهمیم که کلاس آی پیش چی هستش. و این دوتا کلاس اگر روت داشته باشیم به صورت روتر میتونیم دو تا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، اما اگه توی سویچ باشن نمیتونن چون از یه خانواده نیستن. ببینید اینجا کلاس های مختلف ساب نت ماسک من بهتون گفتم. اینجا گفته چی؟ گفته آقا یک کلاس A داریم، کلاس A میشه 255 3 تا 0، کلاس B داریم 255 2 تا 0 و کلاس C داریم که میشه 3 تا 255 0. کلاس C همون 192.168 فلانیه که ما استفاده میکنیم که آی پی ها رو توی جلسه بعد در مورد کلاس های آی پی ها صحبت کردم، متوجه میشین این کلاس ها چطوریه. عملا بچه‌ها ببینید وقتی که شما توی هر دستگاه مثل دستگاه MVR، مثل دستگاه روتر، مثل دستگاه مثلا کامپیوتر گوشی، شما آی پی رو که وارد کنید به صورت اتومات خودش ساب نت ماسکش رو می‌نویسه. چون قرار باشه ما بیایم تمام کلاس‌های ساب نت ماسک رو بخوایم بلد باشیم، حفظ باشیم، بزنیم، یه خورده سخت میشه. به خاطر همین خودش میاد حساب میکنه برامون میذاره. خب اما شما همه قد بدونید ما 3 تا کلاس ساب نت ماسک داریم که کلاس اولمون میشه چی؟ کلاس 128 تا شبکه داخلش جا میشه، کلاس بی مون 16384 تا شبکه و کلاس سی که الان ما داریم استفاده میکنیم 2,097,152 تا نتورک میتونه داخلش جا بشه. که ببینید دیگه این قسمت گفته نت آیدی، تو این قسمت نت آیدی و قسمت هم هاست آیدی هستش که شما میتونید هاست آیدی رو طبق کامپیوترهای مختلفتون جابجا کنید. مثلا شما یک کامپیوتر دارید اینجا، یک کامپیوتر اینجا دارید، این یکی میشه 192.168.1
5 این یکی میشه 192 168 1 6. این قسمت آخریش مهمه که این دوتا با هم دیگه یکی نباشن و وقتی ببینید اینجا یکه و این یکی هم قسمتش مثلا یکه میشه کلاساشون کلاس ها یکی، خانواده هم یکی هستن. متوجه شدین؟ میگیم آقا شما مثلا رنج آی پی شبکت چنده؟ 192 168 1 این میشه رنج شبکت چند؟ رنج شبکت 192 168 یکیه. پس اینا مثلا اگه تو یک سویچ باشن با 192 168 110 این اگه 15 باشه این دوتا میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. چرا؟ چون رنج شبکهشون یکیه، نت آیدی شون هم یکیه. اما اگه اینجا 172 16 داشته باشیم مثلا 110 اینا دیگه نمیتونن چون نت آیدی شون با هم مختلفه. این یکشون هم میشه رنج شبکه این هم مختلفه، با هم دیگه نمیتونن چون اصلا تو یک نت آیدی نیستن، یعنی ساب نت ماسکشون یکی نیست و نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. خیلی سعی کردم بتونم ساب نت ماسک رو بهتون توضیح بدم، فقط همینقدر بدونید ساب نت ماسک آشکار کننده رنج آی پی شما توی شبکه است. شما ساب نت ماسک رو داشته باشید میتونید شبکه‌تون رو به وسیله نند کردن بین آی پی ها به دست بیارید. توی جلسه بعدی در مورد آی پی کلاس های آی پی صحبت کنم، یکم بهتر متوجه این جریان میشید.